و شما واقعا برای اینکه پیکر یک دختر ایرانی دست عراقی ها نیفته 3 شهید دادید. بله. چی بود ماجراش؟ من فرمانده گردان بودم. از ستاد گردان به من خبر دادن که یک دختر ایرانی را به یک تیر آویزان کردن. سیاری خودش اونجا فرمانده عملیاته. برداشت خودش اینه، میگه ما گفتیم یا این تومه است برای ما، یا اینکه واقعا میخوام ما را تحریک کنن که مثلا ما ناموس شما را اینجوری کردیم. در هر صورت باید بیارمش. اگر تومه است باشه، میریم هزینه‌ش هم میدیم، ولی اینو میارمش. بعضی از من ایراد گرفتن، شما برای آوردن یک جسد 3 تا 2 تا شهید دادین. گفتم بله. 10 تا هم بود میگدم، خودم هم اگر لازم بود میرفتم. چرا؟ این صحبت یک دختر آبادان خرمشهری نیست. بله. این ناموس کشور ایرانه. ملت ایرانه. چجوری من قبول کنم جسد یک دختر ایرانی اونجا آویزون بشه من بمونم؟ خود به غیرت من اگه این کارو بکنم.